رستم جدید ایران کی بود؟ مردی که حتی از هادی چوپان هم قوی تر بود. اسمش خلیل طریقت پیما بود، معروف به خلیل عقاب. متولد 1303 در شیراز. از بچگی ورزش های باستانی رو شروع کرد، ولی چیزی که باعث شد افسانه‌ای بشه یه حرکت شگفت انگیز بود. 30 سالش بود که یه وزنه 450 کیلویی رو با دندونش بلند کرد. از اینجا بود که معروف شد و با همین قدرت عجیب پول در می آورد. خوابیدن زیر کامیون و اتوبوس و خم کردن تیر آهن از کارهای عجیب دیگه‌اش بود. اما عجیب ترینش رو هنوز نگفتم. خلیل تو سن 50 سالگی توی یکی از معروف ترین سیرک های انگلیس یک فیل 1400 کیلویی رو بلند کرد. اونم نه یک بار، هر شب 2 بار و به مدت 4 سال. همین باعث شد که اسمش تو رکوردهای گینس ثبت بشه. به بلند کردن فیل که فکر میکنم کمرم درد میگیره، ولی جالبه بدونی ایشون تا پایان عمرشون حتی مشکل ستون فقرات هم پیدا نکردن، چه برسه به بیماری های دیگه. آقا خلیل بعد از اجراهای بسیاری که تو 40 کشور دنیا داشت، سال 70 به ایران اومد و کلی نمایش اجرا کرد. اما در نهایت خلیل عقاب تو 31 فروردین سال گذشته تو سن 100 سالگی از دنیا رفت. حالا که تا اینجا اومدی به هم بگو خلیل عقاب قوی تر بود یا هادی چوپان؟